وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی یک شکایت ناظر را که جفت‌های عاشق را در کوچه‌های دوشنبه بازداشت می‌کرد از کار رانده است. گلنورا امیرشایوا سرمحرر هفته‌نامه ویچورکا و وکیل مجلس شهر دوشنبه در پی بازپرسی شدن پسرش عزیز دانشجوی کورس دوم دانشگاه دولتی چلیابینسک روسیه و دوست دخترش از سوی کارمندان پلیس در سنه 1 آگوست به وزارت کارهای داخلی شکایت برده بود. امیرشایوا روز 11 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروز به وزارت کارهای داخلی دعوت شد و در آنجا به او خبر دادند که بختیار زبیروف ناظر ترتیبات جمعیتی شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور پایتخت از کار رانده شده، رهبری ناظران این ناحیه از مقامش برکنار شده است. به من وعده کردند که روز دوشنبه نسخه فرمانها را در مورد این دو کارمند می‌دهند، افزود امیرشایوا. با تاکید امیرشایوا این تصمیم را امروز رهبر امنیت داخلی وزارت امور داخلی گنرال نورالله عارفزاده با او شهر داده گفته است یگان قانونی نیست که جفت‌های عاشق را دستگیر کنیم. با گفته گلنورا امیرشایوا اصل موضوع به حادثه شام 1 آگوست برمیگردد که ناظران ملیسا پسرش عزیز را با دوست دخترش در کوچه میرزا ترسونزاده در نزدیکی مهمانخانه گراند اتل بازداشت کردند. پس از حاضر شدن امیرشایوا به جای حادثه، میلیس‌ها گفتند آنها را به خاطر دست به دست و بوسابوسی کردن بازداشتند. هرچند به گفته جوانان آنها تنها کنار هم می‌رفتند و بوسابوسی جای نداشت. هم صحبت ما میگوید این حادثه و روند رسیدگی به آن نشان داد که در حالت شکایت کردن و قانونی بودن رفتار شهروند وزارت امور داخلی در نسبت کارمندانش چاره می‌اندیشد. امیرشایوا گفت много историй я наслышана от разных людей. من قصه های زیادی شنیدم که در مورد پایمال شدن حقوقهایشان از سوی مقامات حفظی حقوق شکوه میکنند. من با آنها همیشه میگویم شکایت کنید و برای حمایت حقوقهایتان مبارزه برید. اما مشکل در آن است که همه میترسند و شکایت نمیکنند. خانم امیرشایوا افزود هرچند برخی ها میگویند روزنامه‌نگار هستند و برای همین به مشکل من رسیدگی کردند، اما اینطور نیست و او همچون شهروند از حقوق‌های خود دفاع کرده است. توجه زیاد و نکته‌گیری‌های کارمندان ملیسا به رفتار ساکنان در مکان‌های جمعیتی در تاجیکستان در پس منظر یک معرکه مبارزه با ستر و حجاب صورت می‌گیرد که دولت آن را مخالف با سنت و فرهنگ ملی می‌داند. در این جریان نمایندگان قشر محافظه‌کار ادعا می‌کنند که چرا مقامات تنها به لباس‌های مذهبی توجه کرده به پوشش‌های نیم اوریان اروپایی از پسی پنجه می‌نگرد. ظاهراً در پی این ادعاها در یکی از مجلس‌های ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه به کارمندان گفته شده است که به رفتارهای بیرون از اخلاق جوانان نیز توجه کنند و از پخش عقیده‌هایی که مقامات تنها حجاب پوش‌ها را هدف قرار دادند و از رفتار غیر اخلاقی چشم می‌پوشند جلوگیری شود. جامعه تاجیکستان با آنکه در آن ارزش‌های دنیوی برتری دارند، همچنان یک جامعه سنتی باقی مانده است که سالهای اخیر قشر محافظه‌کارش بزرگتر شده است. اکثر مردم عشق ورزی جوانان را در کوچه‌ها خوش ندارند و این را عیب می‌دانند. 4 سال پیش گروه از دانشمندان خواستار تأسیس پلیس اخلاق در تاجیکستان شده بودند تا از رفتاری به گفته آنها غیر اخلاقی جلوگیری کنند.